الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند و الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه حق این ماه مبارک رمضان را به همان اندازه‌ای که توان داریم و استطاعت داریم ادا نماییم. در جلسه گذشته پیرامون حکمت روزه ماه مبارک رمضان اشاره نمودیم. الان بحث ما پیرامون هدف از فرضیت روزه ماه مبارک رمضان چیست؟ چرا این روزه بر ما فرض شده؟ حکمتش چیست؟ این چرای نعوذ بالله اعتراضی نیست. چرای اینه که ما حکمت و فلسفه و یا هدف ماه مبارک رمضان رو بفهمیم که برای ما این روزه چی هدف داره و ما را میخواه این مدرسه بزرگ چگونه بسازه و از ما چی توقعی داره این مدرسه ماه مبارک رمضان که ما چگونه شاگرد تربیه بشیم و چگونه شاگردی از این مدرسه به جامعه تقدیم بشیم. هدف از روزه ماه مبارک رمضان را قرآن به صراحت بیان میکنه: لعلکم تتقون. روزه بگیرید، روزه به شما فرض شده تا اینکه متقی شوید، پرهیزگار شوید. وقتی نگاه میکنیم تعریف تقوا، خود تقوا چی معنا؟ متقین در قرآن آمده، تقوا در قرآن آمده. خود تقوا چی معنا؟ تقوا به معنای وقایه هست، به معنای حفظ. چگونه حفظ؟ این که این تقوا وقتی در زندگی انسان آمد، انسان را حفظ میکنه، از محرمات حفظ میکنه، از شبهات حفظ میکنه، از منکرات حفظ میکنه، چون وقایه هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن تمام نعمتهایی که بیان کرده آنها را وعده داده برای متقین، برای پرهیزگاران، برای کسانی که خشیت الهی را در دل دارند. پس خیلی مهمه تمام وعده های الله سبحانه و تعالی برای متقین و روزه ماه مبارک رمضان هم آمده تا ما را متقی بسازه، آمده تا برای ما لباسی بده که ما او را بپوشانیم بر تن خود تا وقایه بشه بدن ما، فکر ما، ذهن ما، اندیشه ما از تمام مکروب ها، تمام ویروس ها و تمام بالآخره رذائل و اینها. الله سبحانه و تعالی در قرآن بحث تقوا را به صراحت بیان کرده، انسانهای متقی را به صراحت به ما معرفی کرده و جایگاه متقین و اهل تقوا را به ما بیان کرده. حالا متقی کی هست؟ حالا چی کسی بدانه که من ماه مبارک رمضان روزه گرفتم، آیا متقی شدم یا نشدم؟ آیا تقوا در زندگی من آمده یا نیامده؟
شخص متقی کیست؟ شخص متقی حرام نمیخوره. شخص متقی یعنی با تقوا، خدا ترس، رشوت نمیگیره، رشوت نمیده. شخص متقی و پرهیزگار معامله اش ربوی نیست، ربا نیست. شخص متقی و پرهیزگار و خدا ترس دست به طرف قمار و شراب و زنا و اینها دراز نمیکنه. شخص متقی خود را از کل حرام، آنچه که حرام گفته شده خود را باز می‌داره، آنچه که منکرات گفته شده خود را دور می‌سازه. این متقی است. اما اگر یک درجه بالاتر بریم، تقوا را علما و بزرگان وقتی تعریف کردن، یک تقوا هست که همین شخصی که حرام نخورد متقی هست. اما درجه بالاتر چی هست؟ کسی که شبهه برایش، مسائل شبهناک پیش میآیه، برای شبهه هست این قضا حرامه یا حلال، این معامله حلال یا حرام، این راهی که میرم رضایت الله هست یا نیست، در شک، در تردیده، ترک میکنه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند دع ما یریبک الی ما لا یریبک. او چیزی که تو را به شک انداخته ترک بکن، برو به سوی او چیزی که تو را به شک نمی اندازه. پس این انسان متقی هست، پرهیزگار هست، محبوب الله سبحانه و تعالی است. یا به عبارت دیگر متقی کی هست؟ برایش گناه میسر میشه، گناه نمیکنه، چه گناه صغیره باشه و چه گناه کبیره. هر گناهی که میخواه باشه، وقتی متوجه میشه که این گناه هست انجام نمیده. میدانه که لذت این زود گذر هست، اما عذابش سخته. 10 دقیقه لذت گناه، سالها عذاب الهی. اگر انسان توبه نکرد، اگر انسان رجوع نکرد به سوی الله سبحانه و تعالی، اگر با گناه و معصیت از دنیا رفت، 10 دقیقه لذت برده، ولو که چند روز لذت برده، چند سال لذت برده، تمام عمر خود را از گناه و معصیت لذت برده باشه، 1 ساعت عذاب جهنم، 1 ساعت عذاب قبر، 1 ساعت دشت یا لحظات سوزان محشر خیلی سخته. پس انسان متقی و پرهیزگار، اگر کسی متقی شد و پرهیزگار شد، در امور دین و دنیایش سهولت پیدا میشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا را پیشه خود بسازه، کسی که متقی بشه، خدا ترس بشه، خشیت الهی را در دل خود ایجاد بکنه، ترس الله در دل باشه، الله فرج و گشایش در کارش، در زندگیش، در دنیایش، چنان روزی را الله برایش حواله میکنه و میسر میکنه از جایی که نمیدانه که از کجا آمد. پس هدف از روزه لعلکم تتقون، آمده تا متقی شوید، آمده تا شما پرهیزگار شوید. روزه ماه مبارک رمضان وقتی برای تو میگه از صبح تا شام چیزی نخور و ننوش، زنی که همسر توست، به نکاح توست، اجازه نمیده با اون نزدیک بشی. میخواه این را بفهمانه که الله سبحانه و تعالی در این روز، وسط روز، حلال را به تو اجازه نمیده که استفاده کنی. چگونه تو به سراغ حرام میری؟
میخوای الله تو را متوجه بسازه. روزی حلال وسط روز اجازه نیست بخوری، روزی حلال اجازه نیست استفاده کنی، زن منکوحه نکاح شده تو اجازه نیست از او استفاده کنی. ای انسان لحظه فکر بکن که پس غذای حرام، طعام حرام، نعوذ بالله دست درازی به زنا و به گناه و معصیت که به طریق اولا برای تو اجازه نیست. الله سبحانه و تعالی میخواه که لعلکم تتقون، تا اینکه متقی شوید، پرهیزگار شوید، ترس الله را در دل خود ایجاد کنید. وقتی گفته میشه لعلکم تتقون، تقوا در گفتار باید باشه. الله سبحانه و تعالی میفرمایه فلیتق الله ولیقول قولا سدیدا. متوجه حرف زدن خود باید باشید. حرفی بگویید که حرف منطقی باشه، حرفی باشه که از او حرف تو الله سبحانه و تعالی ناراض و ناراحت نشه. پس باید تقوا در گفتار داشته باشی. تقوا در سیاست. حالا یک نفر وقتی رئیس جمهور شد، وزیر شد، وکیل شد، ولی شد، قماندان شد، به هر پست و مقامی که رسید، سیاستمدار شد، نباید تقوا را کنار بگذاره، نباید خدا ترسی را کنار بگذاره. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها النبی اتق الله، ای پیامبر بترس از خدا، تقوا را پیشه خود بساز. ولا تطع الكافرین والمنافقین، اطاعت از کفار و منافقین نکن. به هر منصبی که رسیدی تقوا را مد نظر داشته باش. تقوا در خانواده، نه این که انسان به بیرون با تقوا باشه، داخل خانه خود بیایم تقوا را کنار پشت دروازه بگذاره، خدا ترسی را. الله سبحانه و تعالی به صراحت میفرماید امسک علیک زوجک واتق الله. یا آیات دیگر وقتی میفرماید و عاشرون بالمعروف. تو متوجه باش که نسبت به اهل خود، نسبت به خانواده خود، نسبت به اولاد خود ترس الهی را مد نظر داشته باش. چی یک شخص بر رعیت خود ظلم بکنه، چی یک شخص بر خانواده خود. رئیس جمهور بر یک کشور تسلط داره، مرد داخل خانه و خانواده بر سر زن و فرزند و اولاد تسلط داره. اینها رعیتش هست. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پس بناءً تقوا در داخل خانواده. روزه ماه مبارک رمضان آمده لعلکم تتقون، تا اینکه شما را متقی بسازه. تقوا در مسائل اجتماعی، وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله. الله سبحانه و تعالی وقتی اشاره میکنه که شما بیایید از دروازه ها وارد خانه شوید، بترسید از الله سبحانه و تعالی. چون در دوران جاهلیت یکی از اعمال دوران جاهلیت این بود وقتی از سفر می آمدن، از جایی می آمدن، از دروازه داخل نمی شدن، بالا می شدن فوق بام و اینها، داخل خانه می شدن، همسایه را اذیت کن، او را اذیت کن، ای را اذیت کن. بالاخره الله سبحانه و تعالی میخواد که شما باید وقتی در خانه هستید تقوا داشته باشید، در جامعه هستید تقوا داشته باشید، در سیاست هستید تقوا داشته باشید، در گفتار شما تقوا باشه، در کردار شما تقوا باشه. پس به اینه که ماه مبارک رمضان آمده لعلکم تتقون، تا اینکه شما را متقی بسازه، پرهیزگار بسازه. ملاک امتیاز در چیست؟ چی کسی امتیاز داره؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما به نزد الله سبحانه و تعالی با تقواترین شماست. یک قدرتمند بی تقوا به پیشگاه خدا ارزش نداره، اما یک فقیر با تقوا به نزد خدا ارزش داره. یک ثروتمند بی تقوا
به پیشگاه خدا ارزش نداره، اما یک مسکین بینوای با تقوا به پیشگاه خدا ارزش داره. عکس اگر باز قدرتمند با تقوا بود، ثروتمند با تقوا بود، به پیشگاه خدا ارزش داره. اگر فقیر و مسکین بی تقوا بودن ارزش ندارن. الله سبحانه وتعالی میفرماید ان اکرمکم عند الله یتقاکم. مرد بی تقوا به پیشگاه خدا ارزش نداره، زن با تقوا به پیشگاه خدا ارزش داره. عکس زن بی تقوا، زن اگر تقوا نداشت پیشگاه خدا ارزش نداره، مرد با تقوا به پیشگاه خدا ارزش داره. پس ملاک امتیاز در چی هست؟ در تقوا هست. روزه ماه مبارک رمضان آمده لعلکم تتقون، تا اینکه شما را متقی بسازه، شما را پرهیزگار بسازه، خشیت الهی، ترس الهی را در دل ما و در قلب ما ایجاد بکنه. امیدوارم که هدف از روزه ماه مبارک رمضان را دانسته باشید. لعلکم تتقون. سیدنا علی رضی الله عنه چی زیبا مثالی بیان میکنن، انسانی که تقوا داره و انسانی که تقوا نداره. میفرمایند انسانی که تقوا داره مثل این است که بر روی اسب نشسته، لجامهای اسب را بر دست داره و حرکت میکنه طرف همان مقصدی که داره، همان مطلبی که داره. حالا وقتی روان شد، چون لجامهای اسب در دستش هست، هر طرفی که بخواهد میرود. طرف راست اسب میچرخانه، طرف چپ اسب میچرخانه، مستقیم بره اسب روان در حال روان هست، استاد بکنه اسب میتونه استاد بکنه چون لجام داره. و انسانی که اسب را بدون لجام سوار بشه، اسب سوار شده لجام نداره، حالا حرکت میکنه، هر طرفی که دل اسب بخواهد میره، نه این که شخص هر قدر شخص فریاد بزنه راست برو چپ برو بالاخره، نه، هر طرفی که دل اسب بخواه، سرانجام این شخص از روی اسب میفته و در هلاکت هست. سیدنا علی رضی الله عنه میفرمایند او شخصی که بر اسب سواره و لجامها بر دست داره، او متقی و پرهیزگاره، نفسش مهار کرده هست، با اطمینان کامل حرکت میکنه. و انسانی که تقوا و پرهیزگاری نداره بر اسب سوار هست که لجام نداره. امیدواریم که هدف از روزه گرفتن ماه مبارک رمضان را دانسته باشید. لعلکم تتقون، تا آمده همه ما را متقی بسازه، آمده تا اینکه ما را از جمله اولیاء الله بگردانه، دوستان الله. دوستان الله چی کسانی هستند؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید دوستان خدا در روز قیامت برایشان هیچ غمی نیست، هیچ اندوهی نیست. خب اینا چی کسانی هستند؟ الذین آمنوا و كانوا یتقون. آنها ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی و تقوا را پیشه خود ساختند، متقی شدند. که الحمدلله تو خواهر و برادری که تو عزیزی که در ماه مبارک رمضان روزه داری، این روزه را به دستور کی گرفتی؟ به دستور الله. ایمان داری به الله و ترس از الله داری، روزه گرفتی، امساک میکنی به فرمان الله، افطار میکنی به فرمان الله. پس بدان که تو از جمله متقیان و پرهیزگاران هستید. الله سبحانه و تعالی همه ما را جز متقیان و پرهیزگاران داشته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.